سلام، به گلی گلو خوش اومدین. من گلنوش هستم، متخصص تغذیه و فیزیولوژیست ورزشی. امروز میخوام بهتون بگم چطوری بدون مصرف مکمل و با یک رژیم ساده عضله سازی داشته باشیم. خیلی از من میپرسن ما باشگاه میریم ولی تغییر سایزی نداریم، یا برای عضله سازی چی باید بخوریم؟ اگر این مورد دغدغه شما هم هست، تو این ویدیو خیلی ساده و شفاف با هم بررسی میکنیم که چی کار باید بکنیم. نکته اول، چه مقدار پروتئین بخورم و از چه منابعی؟ سوخت اصلی عضله سازی پروتئین هستش. هر آدم سالمی که ورزش هم میکنه به ازای هر کیلوگرم وزن بدنش بین 1.6 تا 2 گرم پروتئین باید مصرف بکنه. یعنی برای یک فردی که 65 کیلو هست چیزی حدود 100 تا 130 گرم پروتئین در طول روز باید دریافت بکنه. بیایم ببینیم مقدار پروتئین رو توی یک رژیم ساده چطوری میتونیم تامین بکنیم. بیاین به این لیست غذایی نگاه بکنیم. برای صبحانه 2 عدد تخم مرغ داریم معادل 12 گرم پروتئین، 1 لیوان شیر 8 گرم پروتئین. از وعده صبحانه 20 گرم پروتئین گرفتیم. برای ناهار 120 گرم سینه مرغ پخته 30 گرم پروتئین داره، 1 لیوان ماست 10 گرم پروتئین. از وعده ناهار هم 40 گرم پروتئین گرفتیم. برای وعده شام 1 لیوان عدس پخته داریم معادل 18 گرم پروتئین، 1 قوطی تن ماهی که با سبزیجات به صورت سالاد استفاده می‌کنیم معادل 25 گرم پروتئین. برای وعده شام هم 43 گرم پروتئین دریافت کردیم. تا اینجا پروتئین دریافتی از وعده‌های اصلی چیزی حدود 103 گرم شد. بیایم سراغ میان وعده ها. میان وعده اولمون میتونه 2 قاشق بادوم باشه و 1 لیوان شیر معادل 10 گرم. میان وعده دوم 2 قاشق غذاخوری کره بادوم زمینی 8 گرم پروتئین و میان وعده سوم 4 قاشق غذاخوری تخم کدو معادل 12 گرم پروتئین. پروتئین دریافتی از مجموع میان وعده هام شد 30 گرم. یعنی کل پروتئین دریافتی از این لیست غذایی چیزی معادل 130 گرم شد و بدون مصرف مکمل نیاز فرد 65 کیلویی به 130 گرم پروتئین در طول روز تامین شد. نکته دوم، بدون انرژی عضله سازی نداریم. اگر توی شرایط کاهش وزن هستین، کالریتون نباید خیلی محدود بشه چون عضله سازی متوقف میشه. حتما از متخصص رژیم دریافت بکنید که کالری کاهش وزنتون رو روی عددی تنظیم بکنه که بدن وارد فاز قحطی نشه. حذف کردن کربوهیدرات اشتباه ترین کاری هست که میتونید بکنید. باید از کربوهیدرات با کیفیت کالری مورد نیازتون رو دریافت بکنید. مثلا روی لیست غذایی که با هم بررسی کردیم چه کالری های با کیفیتی، چه کربوهیدرات های با کیفیتی میتونیم اضافه بکنیم. نان سبوسدار، برنج، سیب زمینی و میوه کربوهیدرات های با کیفیت هستن که میتونیم به لیستی که داشتیم اضافه بکنیم. مثلا 2 برش تا 4 برش نان سبوسدار استفاده میتونیم بکنیم، نصف لیوان برنج، 1 دونه سیب زمینی و 3 تا 5 وعده میوه به لیستی که داشتیم اضافه میکنیم. مصرف سبزیجات هم که تو اکثر رژیم ها آزاد هستش، سعی کنید روزانه 1 قاشق روغن زیتون همراه با سبزیجاتتون استفاده بکنید. مصرف کربوهیدرات همراه با پروتئین منجر به ساخت بافت عضله میشه، نه چربی. نکته سوم، وعده بعد از ورزش خیلی مهمه. بعد از ورزش عضله مثل یک اسفنجه و تشنه کالری هستش. این کالری باید از پروتئین و کربوهیدرات تامین بشه. بهترین زمان مصرف وعده ورزشی 30 تا 45 دقیقه بعد از ورزش هستش و بهترین وعده هایی که میشه داشته باشیم باید شامل کربوهیدرات و پروتئین بشه. مثلا میتونید یه اسموتی داشته باشین با 1 لیوان شیر، 2 تا خرما و 1 دونه موز که هم کالری، پروتئین، کربوهیدرات و همچنین پتاسیم هم تامین بکنه براتون و به ریکاوری عضلات کمک بکنه. نکته چهارم، خواب و آب کافی. اگر خواب شبانه‌تون کمتر از 7 ساعت هستش، عضله سازی کند میشه. عضله سازی زمان استراحت انجام میشه و عضله ریکاوری میشه.
پس خواب شبانه خیلی مهم هست. سعی کنید کمتر از 7 ساعت نباشه خواب شبانه‌تون. و در مورد مصرف آب هم، مصرف آب کافی باعث جذب بهتر پروتئین میشه. پس سعی کنید بین 5 تا 8 لیوان آب در طول روز استفاده بکنید. جمع‌بندی: بدون مصرف مکمل به راحتی میتونید عضله سازی بکنید. اول از همه پروتئین مورد نیازتون رو بعد از رژیم غذایی دریافت بکنید. دوم اینکه کالریتون باید متناسب با شرایطتون باشه و خیلی محدود نشده باشه. نکته سوم در مورد وعده بعد از ورزش بود، اینکه از چه ترکیباتی باشه و چه زمانی استفاده بشه. و نکته آخر هم در مورد آب کافی و خواب کافی بود. حتما برای من کامنت بکنید که دوست دارید ویدیو بعدی راجع به چه موضوعی باشه. خداحافظ.